شما فعلا از نقطه آوازی برآمدید با چی باوری با چی امید؟ یعنی با باوری شما حزب شما از حوزه جمهوری پارلمان آینده موضوع زیاد است، لیکن البته انتخابات نشون می‌دهد که خوب بچه موفق میشه. پیشبینی کردن خیلی است، توجه مردم است. لیکن باعث افتخار است که نظام دولتی دموکراتی است. نظام دولتی جمهوری تاجیکستان دموکراتی است. و از این افتخار داریم. من رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان هستم و نظام دولتی چون دموکراتی است، البته باید دیگر حزب جدوجهد کنند. به هر حال با چی امیدتون با چی است؟ با چند کرسی است؟ البته روز هم بیشتر خوبتر گردیدن کارهای مردم، البته تغییرات علاوه به قانون‌ها، مکانیزم اجرای قانون‌ها و همچنین تهیه قانون‌های نو. یعنی امید دارین که حتما چند جا را در پارلمان میگیرید؟ البته ما امید داریم در پارلمان باید که در این انتخابات ما جای کرسی بشیم. با چند جا امید داریم؟ ما 7 نفر 4 نفر به خط حزبی، 3 نفر یک مندتا. امید از 6 کرسی داریم. 6 کرسی داریم.